اماراتی‌ها بود. درود و سلام خدمت همه شما دوستان عزیزا و بیننده های چینل دیدار وطن. امیدوارم در هر گوشه و کناری این دنیای پهناوری که هستین همراه با فامیل های معززتان شاد و خرم باشید. دوستان عزیز، به سلسله اما موتر فروش های چلنجی، موترهایی که لیلام شده و لیلام میشه در شب و روز خوب بازار موتر گرم است. امروز آمدیم برای شما در یک موتر فروشی شهر ستاره ها، موتر فروشی که موترهای خیلی مقبول، موترهای خیلی نو حتی 0 کیلومتر دارن و هرچی برای شما گزارش می داشته باشیم ببینیم که کدام مدل ها را دیجا دارن و قیمت های بازار موتر قیمت هایش تا چند است. با ما باش تخریب برنامه و فراموش نشه که چینل خودتان لایک بکنید و سابسکرایب بکنید تا اینکه بیننده برنامه های بعدی ما باشید که ما برای شما تهیه میکنیم. با ما باش تخریب برنامه بریم داخل، همراه با مسئولشان گپ میزنیم. این عمو جانم امیجه است. سلام علیکم. عمو جان خوب است؟ بخیر جان جان. عافیت داری؟ بخیر هستید؟ صحتتان خوب است؟ قربانتون بخیر باشید. زنده باشی، سلامت. عمو جان عزیز، میشه که یک سلام علیک با دوستا داشته باشیم؟ سلام گرم خود را به هموطنان عزیز خود تقدیم میکنم، چی در داخل چی در خارج کشور است. حامد حبیبی هستم، یک تن از موتر فروشان شهر کابل. بسیار خوب. عمو جان ماشاءالله جوانه، اما تا شاد و خندان است و جبینش همیشه باز است. بخیر باشید. سلامت باشی. خواهش میکنم بخیر باشی. خب عمو جان عزیز، از کجا شروع بکنیم؟ بریم سر گفتیم امروز با دوستا یاد کردیم، گفتیم که می بازار موترها خوب گرم است، به اون خاطر اومدم امروز پیش شما که ببینیم قیمتا چطور است، از کجا رسیده و موترها را به نمایش بگیریم برای بیننده‌های ما. بله طبعا موترها یک داره کش کرده. دیگه خوب است، بازار بد نیست. بله کارن بنالیم بگیم نیست، کار شکر است، کار است، خوب است، بد نیست. خب امیدوارم خودت هم باش ما بیم طرف خدا که اینا تو. خب میشه از اینجا معرفی بگیریم بر دوستای ما؟ به نام خدا لند کروزر 2010 زری است، 100% دیگه یک لیست، قیمتش 20000 است با جرامت. بسیار خوب. ارزان نیست دوستا؟ بله چطور ارزان؟ معلوم است حکومت جمهوریت قبلا تا 1,50,000 خرید فروش میشد موتر. بله 20000 دلار جرامت هم داره طبعا. خب خلاص دیگه بیان کسایی که خریدار هستن بخیر شروع بکنن. و پهلوش چطور؟ موتر بعدی هم است لند کروزر 2011 سیام زیر است، اسناد بازی داره، منفی 5 39000، قیمتش 40000 با جرامت. والا آدم سرمایه هم میداشت دوستا، امیال وقت خریداری است بخره گوشه بان یک وقت شاید باز قیمتش بالا بره. من چرا نه، شاید تا کمی مسائل خارجی جور شد حتما یا نفای خود پس بالا میکنه. بله فول زیر است یا فول زیر است. موتر بعدی ماست 2008 است، 8 سالن دیزل گیر، این ساده است، منفی 5 اسنادش است، 3 سال اسنادش پاک، 25000 با جرامت. خلاص دیگه اینا دوستان ما خدا خوب بازارکاش موتر خوب گرم است و نرخش هم خوب است، یعنی متوسط است، مناسب است. بله 100% دیگه لند کروزر 2011 منفی 4 وی اکس آر فول آپشن، قیمت 30000 با جرامت. این دو تا ساده است و دو تا که بود دیدین زیر است. بله چقدر خوب. امی فورتینر، بازار فورتینر چطور است؟ بازار فورتینر در این وقتا بسیار خوب است.
خوب است. بسیار خوب است. اما این زرگ اقتصادی است. بله اقتصادی ما داشتیم یک 4 5 تا فروختیم میشه و حالا فعلا بازار شاسی بلندا بسیار خوبتر است نسبت به بله. موترهای خرد. بله قیمتش هم مناسب است. قیمتش هم مناسب است. خوب دیگه کش هم داره. بله پالتاش منفی 4 است 2004 است. کومک کمپانی قیمتش 8.5 با جور آمد. بسیار خوب. این جورامه 6 گفتین مدل چند است؟ 2004 2004. حالا خوب 8.5 قیمت است. بله و اما موتره که دوستا من دوست دارم، کمپانی که من دوست دارم، بنز مقبول و مفشن. بله دیگه بنز است CLA 2015 مدلش است اسپورت است. پالتای منفی 5 داره اسنادش 3 سال پاک است. در قیمتش 13.5 با جور آمد. 2015 دوستا. خب آمه جان این را خبر داری که در بازار جهانی یا در اروپا چند است؟ فکر کنم بیش از 30,000 تا 40,000 دلار است تخمینش. اینا ببینید بله. یعنی از اون قدر جای دور داخل وطن آورده میشه به جای که قیمت بالا باشه پایین است. بله این دیگه. چطور گپ است آمه جان میشه یک معلومات بدی؟ والا دیگه این موتورا پرزش یک ذره کم یافت است و قیمت از دیگه قدر توانیش مردم ما شما نداره که پرزجات از زیره خریداری کنه. بله آمه جان بسیار موترکای مقبول مفشن تو بر مقایسه استدلالشون باز کنم دوستا بر شما داخل ما یک نمایش میتیم. موتر خیلی مقبول در اروپا یا است اما گپ خودم در 40,000 و 50,000 یورو است. اما داخل افغانستان در 15,000 20,000 میتونه. بله همون تو گفت. این کدام مارکس است فکر کنم؟ بله مارکس 2010 است. ماشینش 3500 است. دیگه استیکر کابل است. موتر دیگه معلوم میشه 100% کانتینری است. قیمتش 7800 دلار با جور آمد. خب بسیار کانتینری را دیگه از اون طرفای ویش طرفا طرف ویش کردیم داخل کانتینر میکشن کانتینری میگن یعنی که تگش در افغانستان نکرده و نسبتا نه و ساریدگی نداره چپشدگی نداره گشت افغانستان قدر نکرده هم تو آوردهش هم تو استادش کرده به فروش. بسیار خوب. و این هم موترک بعدی ما پریوس از 2012 است. دیگه قیمت 6700 دلار با جور آمد استیکر پروانه است البته. همین موضوع استیکرها چه قسم است جان؟ والا استیکرها از کدام نگاه مثلا یعنی بعد از 3 سال است اینا اکثرتش نی؟ بله یا موقت است دیگه او با ریاست ترافیق تعلق داره که چی تصمیم میگیره بعد از 3 سال بعد دیگه اولا والله والا مولا تعالی. دیگه خب بسیار خوب. یه نام خدا خوب محترم که مقبولک است. این دیگه فیلدر 2014 است آسمانی این هایبرید است. برقی که میگن این موتور است. دیگه قیمتش 6000 دلار با جور آمد. استیکر قندار است البته. درست. زیادتر از قندار موتورها کانتینری میانی؟ بله موتورها فعلا به مرکز بند است استیکرها. دیگه فعلا ولایت‌ها واضح زیادتر موتورها که چی میشن استیکرهای قنداری ولایت. و یک فهم جان در این امسال فکر کنم اگه اشتباه نکرده باشم بیشتر موتورایی که میاد دست چپه دست پاکستان گفتن. بله همونطور است. بخاطر از بازار فعلا هم بازار دست پاکستان به خاطر موتورها بسیار نو میاد دست پاکستان. به حد اندازه نو میاد از که مثلا بخرین اون موتور در یک سال یک نیم سال پیش مستری نمیرید. موتور دست افغانستان هم خوب موتور است و یک کم شاریدگی میایه یا تکر میکنه این تو یک پاس چون زیاد استفاده شده. بله زیاد استفاده شده. این موتورها از ژاپن هم تو نمیاد. بله دیگه موتور بعدی ما فیلدر 2003 رنگ سیاه جرمنی است البته پالتاش منفی 5 اسنادش پاک 7500 با جور آمد. بسیار خوب. و این کدام مارکس است اگه اشتباه نکنم؟ بله این مارکس است 2010 است استیکر کابل است موترکش خوب نو موتور است دیگه قیمتش 6500 با جور آمد. بسیار خوب. آقا جان موترهای چلنجی با چه قسم حساب است؟ شما ندارین چلنجی برادر لیلام چه قسم؟ والا چلنجی ملنجی خود نداره ما شکر موترهای ما نو است کدام موتر بریدگی یا در جانزنی مردم نداریم که ما در جان مردم بزنیم موترهای ما نو است و لیلام هم نداریم. خب من گرفتم جواب. بله دیگه موتر بعدی ما 2010 است این پالت داره 3500 ماشینش است قیمتش 6800 با جور آمد. این پالت داشت او استیکر بود. این پالت است این پالت است هم ماشینش 3500. مارکس بعدی ما 2010 است رنگ سیاه استیکر کابل قیمتش 5000 دلار با جور آمد ماشینش 250. بسیار خوب. و کدام رنگ زیاد فروشات در آمد جان؟ حالا در مارکت زیادتر رنگ سیاه را خوش میکنن. شوکدار میگفته مردم. بله تا ما خود ما 4 5 تا وارد کردیم فروختیم شنمون. بله. یک سفید یک 3 4 نانم داریم فعلا.
خوش دیگه موتر بعدی ما مارکس لکسس اس 2007 است. اسناداش یک 80% پیش رفته، کارتش گرفته نشده دیگه. به اسناد ما گفتم میتونه او انشالله میتونه بگیره. شاید شب نشه، ما به اسناد میگیمش. قیمت 3700 با جرام. موتر بعدی ما 2006 است، 8 ایربک است. تا دیگه فول آپشن است. موتر 2000 فول آپشن میگن این موتر است. قیمتش 9,000 با جرام. بسیار خوب. نام خدا دیگر نام خدا. موتر یک طرف خودم خنده میکنه و موتر معلوم میشه موتر نو خودش برای بله از دوستای موتر که ثابت باشه دیگه باشه طرفش که طبعا موتر نو کار دارن چلیدگی دقیق. بله همین طرفش هم که ببینن خودش نشان میده که نمی نو است یا مثال ثابت است نیست نه از اون نام بیرون معلوم میشه. قیمتش هم تفاوت میکنه نسبت به موتر چلیدگی و موتر نو. قیمتش معلوم است که چقدر. بله طبعا. خب بریم دوستا در داخلم بعض موترها هست از اون برای شما یک برنامه نما می داشته باشیم دیگه. بریم طرف داخل. خب این هایبریدا را که گفتین نام جان یا هایبریدا اکثریت از یا گفتم میتونیم 80-90% از یا تمامش دست پاکستان است درست؟ بله دست افغانستان هم داره هایبرید. داره؟ بله من متاسفانه خیلی کم دیدیم. سلام علیکم. سلام برسته خوب هستین؟ سلام خوب بخیر باشید. این از اینکه شروع میکنیم این فیلدر 2005 است، رنگ سیلوری، اسنادش پاک، قیمتش 9000 دلار با جرامه. خب بسیار خوبه. این موتره که سپورت بنز بله بنز است، مرسدس بنز مدل 1997 است. اسنادش 3 سال پاک است دیگه. سرش اتومات واز میشه مکمل از ماشین گرفته تا سالنسر کلش سپورت است. بسیار کل کفاش همه چیزش سپورت. قیمتش 2500 دلار. 2500 دلار. اگه چیزی که تخفیف داشته باشه دوستا بر کسایی که اهل چکر و تفریح دیگه هستن مرادشان هم میکنیم در نمایشگاه شهرستان دیگه. خوب موتره کرد برای چکر یا دیگه جان از دوستا. 2 نفره 3 نفره ما و شما خب باز یک نفر همه طرم جای میسازیم. طبعا نه سر بازوایش هم میشه. دیگه نه باز بده بر چکر بهترین موتره کرد. چطور است باز مصرفش؟ 4 سالند است. 4 سالنده؟ 4 سالند پترول. خلاص کم مصرف. بله برای کرولا هفته تیل میخوره. بله خوب است خودم این دوستا خوب موترک است. خب موترک 2014 است، جی اس، استیکرش پروانه است، قیمتش 7500. میگه فول آپشن است. جی اس که میشه دیگه فول آپشن از اینکه بالاتر آپشن نمیاد. یا میگه هایبرید است. هایبرید است بله تا سرعت 16 برق میره. بسیار خوبه. نگفتن اما نامشون امی موترایی که امسال وارد شدن همیشه پوتیپیشون خیلی مقبول است و بسیار موترهای هایبرید هم زیاد شده. شهر بازار هم اگر ببینیم کلا یعنی گفتم میتونیم 60-70% برقی گیریم. بله همون تو گپ است. به خاطر تیل کم مصرف میده. 100 کیلومتر 40 لیتر تیل مصرف داره دیگه. زیادتر مشتریای ما دم برق استفاده میکنن. چقدر خوب. اگر در اول شاید 1000-2000 دلار تا بالا خریداری شود اما باز او دیگه تا چند سال تا وقت استفاده میکنن اما تا بیغم است و دلجم بیغم میره درایو خودم میکنه. خب بریم دوستا یک موترک کورولاس 2005 است. ماشین هفته دیگه. موترکش به حد اندازه نه است. یک پلیتکاش مسناس، اسنادش پاک است. 4200 با جرامه. موترک ثابت از دوستا. قسمی که یاد کردیم در بیرون موتر ثابته که امسونج ببینی خودش معلوم میشه. خودش گفته مردم قصه میکنه خنده میکنه میگه بیاین طرف من. خب بیایم این موتر رو ببینیم. هایلکس 2011 است، رنگ سیاه، اسنادش 3 سال پاک. یگانه خوبی که داره اتومات کمپانی است. قیمتش 17000 دلار با جرامه. مدل چند است؟ 2011. 2011. و این موترک مقبول در پرسر که است؟ این موتر شوالت است. دیگه مدلش 2005 است. دیگه اسنادش پاک است. قیمتش 10000 با جرامه. این دیگه اما تو فکر کو که آب مثل بوتل آب مدنی و بعضی که همتون روش جان بکنه اما تو میزنه. پس هر چی که موتر کلانتر بزرگتر شود مصرفش زیادتر میشه. مثلا که بالا رفتیم مصرف بالا. طبعا دیگه موتر کلان است باید سرندش هم زیاد باشه. مثلا زیاد باشه. باز چطور از فروشات که مثال کس شده که مرده باشه موترک خدا ایجاد کشه و میدونه هایبرید بده اینقدر سر میتونه میاد دیگه. والا طبعا این موتر ما در مالچه گرفتیم. در موتر ما برقی بود تبادلش کردیم. موتر برقی را دادیم میراث پیش گرفتیم. طبعا بازارا خوب از بد نیست ان شاء الله. هر خصوص از هایبرید. بله های برقی خوب مودم شده. بله. خب یک
خاطری خوش حامد جان میشنویم. والا حالا خود زندگی دیگه کلش اگه ببینی خاطره خوش است تو خیلی خاطره خدا دور داشته باشه خاطره تلخ تا بگو. تلخ دیگه در حکومت یک چند روز واره مهمان اماراتی ها بودیم اونم خاطره تلخم بود در اون رو نرفته بودم تا شیطانی چی بود ما را یک دو سه روز واره مهمانشان بودیم دستیسه دشمنا بوده دیگه. این دوستا سلام جان بررسی که دستیسه دشمنا کار کرده مهمانشان بودیم چی زیاد نوش جان کردیده اوجه والا بسیار روی خوب کرد چی حالا کسی که بله شوخی کردم نگه نان ما خوب بود قابلی بود هر چیز بود خب آدرس میشه مره بتی خوب نان خوب قابلی که تو ما بریم ماه روزه بود فکر کنم 24 رمضان بود ماه رحمت ماه سراسر رحمت و مغفرت و خوشی پر برکت بود بله. خب دوستا زندگی است انسان داره خاطره خوش هم بیشتر می داشته باشه خدای نخواسته خاطره تلخ هم که خداوند است تلخ کل مومنین و مسلمین دور داشته باشه آمین. بله. و چطور از فروشات عامر جان هفته‌وار یا ماهانه چند فروشات میشه؟ خوب است بد نیست تو ماه هست که یک دفعه معامله نمیکنیم تا در هفته 80 90 سودا میشه. بله دیگه برابری است برابری است کار است موتر فروشی. بله کمترین مفاد را که عامر جان از موتر فروشی گرفته از موتر فروخته چند بوده؟ $100 شکر از $100 یک مجموعه مطل داره میگن کم بگی زاد خودش طرف بله ما اونم 300 خوب است من $100 فایده خدا گفتم نه خلاص دوستان نام خداوند خو خیر ما دعا میکنیم زاد شب خیر و برکت دیگه بازار موتر فروشی گپا داره یه طور میشه که بازار موتر پیشت میمونه تاوان میشه بله هم تاوان داره هم فایده تا نیست که تا این فایده رو بگیری تاوان اعلام کنی طبعا تاوان هم از فایده هم از 100% دیگه خب بسیار خوب خب دوستا موترکا را دیدین نام خدا خوب موترکای مقبول خصوصا موترک اکوا خوشم آمد اکوا میگن دیگه اکوا بله جی اس 7500 قیمتش است 2014 ببین خوب یک نمام داره و در ضمن فول جی اس است یعنی فول برقی است دیگه تمام سیستم یپایش برقی است بسیار موترک نو مقبول دیگه میتونین برین به موتر فروشی دیگه پیسکایتون بغلک جیبتون مصدقه قاقابونین یعنی کشالکا را بیاین دیگه بخیر موترکای بدلتون از خریداری بکنین و بازار چلنج بازی را گفتیم امی بازار لیلا میگه با چه قسم است عامر جان حالا بعضی موتر فروشی هست دیگه چلنج بازی میتن ما از نفر ما به غرض مردم هستیم کار نداریم دیگه از ما موترهای ما نام خدا کلش ثابت است موترهای نداریم که گونه و قوال باشه ما او را دلیلان بزنیم یا در جان مردم بزنیم از ما نام خدا موترهای ما کلش سر 100% اطمینان داره که موترهای ثابت است دیدیم دوستام دیدن که نام خدا موترهای ثابت است باز که این بار سوم است میگه موتر ثابت که میشونی ببینی طرفت خنده میکنه دیگه تو خنده نه که دان باز کنه هم طرفش که ببینی معلوم میشه منظور من بله همون تو گفت خب تشکر عامر جان بخیر باشی سلامت باشی تشکر از که وقت به ما دادی در وقت آمدید موتر فروشی خودتان است ما در خدمتتان هستیم تشکر زنده باشم سلامت باشی اوقات خوش بخیر باشی دوستا دیدین بازار چلنج بازی رو عامر جان اشاره رساند یعنی یک بعضی هستن که موترکای زکو نمیشه یا یگان استورگ حساب کتاب میذاشته باشه موضوع را میذارم لیلام اما موترایی که تیجه است تمامش موترای نو است موترایی است که کدام شاریدگی نداره سیکت و چارکت و بامکت و این آن نیست تکشلگی این آن نداره الحمدلله موتر پاک صاف است و ما گفتم دوستا قیمتایشون خیلی مناسب است خصوصا چند تا زری را که گفتن دیدید که 20000 و کلا زری بود فقط پلیت نداشت پلیت هم شما میتونید باش بگیرین دیگه موترهای خوب و ارزان و مقبول دارن این بود برنامه امروزی با که ما بر شما تهیه داشتیم دوستای عزیز تا برنامه بعد که مسابقات و در صورت بر شما دوستای عزیز یک برنامه دیگر هم مد نظر میگیرم شما را به خالق بی همتا میسپارم شب و روز خوش داشته باشید الله حافظ و ناصر شما